برای تولید نیروی برق در نیروگاه آبی برقی نورک بیشتر از ذخیره آبی آبانبار استفاده می شود. حالا حجم ریزش آب در دریای وخش در یک ثانیه 215 متر مکعب است. مسئولین نیروگاه میگویند که استحصال برق به باد و هوا و بارشات وابسته است. واردات همین روز در تاریخ 4 فوریه در یک شبانه روز 215 متر کوبی ثانیه است. لیکن صادرات 643 متر کوبی در است. یعنی که ما از آبانبار 428 کوب فقط از آبانبار استفاده می‌کنیم. ماه مرد، ماه نقل یا بارشات زیاد شود، استحصال برق ما نظر به اوسط زیاد میشه. سطح آبی آبانبار را در نیروگاه آبی برقی نورک نسبت به سطح بحر چین میکنند. اما به سوال دقیق درباره سطح حاضره آب مسئولین نیروگاه جوابی مشخص ندادند. تنها قید کردند که سطح آب مثل سال گذشته است. رئیس شهر نورک ابراهیم میرزازاده تاکید کرد که گرمی هوا در چند روز اخیر به بهبودی تامین برق در دهات شهر مساعدت کرده است. و همه روزه افتخار است که علاقه 14 قریب 16% ساعت علاقه شهر نورک خود از شهر به پراگی به برق تامین است و دیگر قسمت ها از علاقه تا 16% با برق 16 ساعت با برق تامین هستند. از بلندی آبانبار دیده می شود که سطح آب آبانبار نسبتاً پایان رفته است. در سال 2024 نیروگاه آبی برقی نورک 11 میلیارد و 387 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کرده است که این نشان دهنده نسبت به سال 2023 336 میلیون کیلووات ساعت زیاد است. در شهر نورک بغیر از نیروگاه آبی برقی نورک نیروگاه بویغازی نیز برق تولید میکند. در سال 2024 این نیروگاه 2 میلیارد و 262 میلیون کیلووات ساعت برق استحصال کرده است که نسبت به سال 2023 45 میلیون کیلووات ساعت کم است. نیروگاه بویغازی در پایاناب نیروگاه آبی برقی نورک جایگیر است. مسئولین نیروگاه تاکید کردند که با گرم شدن هوا و افزایش آبی دریاها استحصال برق می افزاید و کمبودی تامینات آن از بین می رود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، نارک.